سلمک ردیف استاد عبدالله دمامی. سلمک یا سلمکی که البته منسوب هست به سلمک از گوشه‌های قدیمی موسیقی ایران هست که در موسیقی امروز هم معموله. گاه کوه بیستون و گنج بادآور زنند، گاه دست سلمکی و پرده اشرا برند. شعری بود از همیری. و یا در شعری از اسیرالدین اخسیکتی اومده: همی تا بیفزاید از زیر رامش، همی تا بیفزاید از راست سلمک. در موسیقی مقامی گذشته جزو آوازهای ششگانه یا سته که از جمله اونها شهناز، کردانیه، گوشت، مایه، نوروز و خود سلمک هست که در ادوار هم ذکر شده قرار میگیره. در جامع الالحان اومده که و عمل آوازاتو فهیه سته، بعد جلوتر میاره که و سلمک و هیه زنگوله اذا کانه اول الدائرته یا، که میگه اما آوازات ششگانه هستند. بعد یکی اونها رو توضیح میده و میرسه به سلمک و میگه که و سلمک و آن زنگوله است اگر اول دایره یا باشد، یعنی از نوت یا یه الف شروع بشه. مراغی در مناسبت سلمک و زنگوله صحبت‌هایی میکنه در شرح ادوار و اینکه مینویسه در عمل 9 نغمه در سلمک هست، یک سری نغمات تقدیم، یک سری نغمات تأخیر. نغمات تقدیم رو شامل دال، ز، تا، یا، یج، یو، یه و کا میدونه و نغمات تأخیر رو الف، دال، واو، ه، ی، یا. همچنین به روایت های نوازندگان قدیم سلمک رو در عمل 14 نغمه میدونستن که 8 نغمه تقدیمات بوده و 6 نغمه تأخیرات. فرصت الدوله در بحورالالحان میاره که سلمک صدایی است که از پستی اصفهان و بلندی زنگوله گرفتند و 12 نغمه حاصل شود. در بهجت الروح هم اومده که سلمک آواز مشتق از اصفهان و زنگوله هست، از 11مین نغمه آغاز می شود که حالا همون یا باشه و نیم بانگ دارد. مراغی باز می نویسه که چون مقامات 12 هست، از ترکیب هر دو مقام صدایی ظاهر شود. آن را به یک آواز موسوم ساختند که 6 آواز بوده باشد، چنانکه از ترکیب اصفهان و زنگوله سلمک ظاهر شد. پس در قدیم 12 مقام وجود داشته و 2 به 2 این مقام ها آوازها رو به وجود می آوردن و می شدن 6 تا آواز. به طور کلی سلمک با فواصلی که مشترکی که با زنگوله داره به این شکل میشه در ساز: دو، ر، می، فا، سوری، سول و لا کرون، یعنی تنینی تنینی، مجنب مجنب مجنب. بنابراین از سلمک میتونیم اصفهان و زنگوله رو مشتق بدونیم چون تشکیل دهنده سلمکه. خود اصفهان 2 بخش هست: نیریز و نیشابورک، که نیریزش با قران و با حسینی شعبه بندی میشه، نیشابورکش به عراق و زیرکشی خاوران. همچنین زنگوله به 2 قسمت چهارگاه و عضال بخش بندی میشه. چهارگاهش شامل بیات کرد و حجاز مخالف هست و عضال شامل رکب نوروز و اصفهانک. در کتاب شفای بوعلی سینا در بخش موسیقی و همچنین ادوار ارموی از سلمک و آواز سلمکی یا نغمه سلمک سخن رفته. خود سلمک نام فردی بوده یا موسیقیدان و خواننده‌ای که معتقدند آوازهای فارسی رو برای اولین بار در دستگاه رمل خونده و بین ایرانیان رایج کرده و به این دلیل در بین ایرانیان معروف و مشهور هست. حماد فرزند اسحاق موصلی از قول پدر خودش
میاره که رمل ابن محرز نخستین مغنی بود که آوازهای عربی رو در دستگاه رمل خواند و در اصل اون دستگاه رو ابداع کرد و قبل از او کسی نخوانده بود. همچنین میگه از پدرم پرسیدم حتی در زمان فارسی؟ گفت آری. اول کسی که آوازهای فارسی رو در دستگاه رمل خواند سلمک بود در عهد هارون الرشید. در میابیم که در عهد هارون الرشید عباسی موسیقیدانی به نام سلمک بوده که آوازهایی رو از رمل ابن محرز میشنوه و از اون اقتباس میکنه در دستگاه رمل که به همون رمل ابن محرز منسوب هست و روی اونها ترانه‌های فارسی میذاره و در بین ایرانیان رایجش میکنه. اما امروزه سلمک که در دستگاه شور قرار میگیره در قسمت بالا دسته یا شور بالا اجرا میشه، چون میدونیم که در گذشته بر حسب ساز تار ما یک شور بالا دسته و شور پایین دسته داشتیم، همچنین در ساز ستار. البته این غیر معمول در سنتور یا نی یا کمانچه و سازهای دیگه میتونه باشه، ولی خب این اصطلاحی که رایج شده. در کتاب بحور الالحان سلمک به شکل سلمک قسم اول و قسم دوم اومده و در ردیف صلحی سلمک نوع اول یا سلمک اول و سلمک دوم اومده. برخی مثل وزیر با اقتباس از ردیف میرزا عبدالله درجه پنجم رو درست و متغیر میدونن. یعنی اگر ما در شور ر نوازندگی میکنیم درجه پنجم که لا باشه میتونه گاهی بکار باشه و متغیر باشه که در این ردیف دوامی هم به همین شکل در ردیف میرزا عبدالله هم به همین شکل اومده. و وزیری می نویسه که سلمک از استقلال نسبی برخوردار است، زیرا در این گوشه مانند ملا نازی نمایان پنجم درست است و مدگردی به معنای حسینی است. اما دریافت بنده از سلمک این هست که سلمک اگر در ردیف میرزا عبدالله مثلا در نظر بگیریم ما شور صلح داریم، یک چهارم بالاتر یک شور به نام دو تشکیل میشه که این همون سلمکه و در معنای کلی برابر با درآمد اوج یا شهناز شور به حساب میاد. هرچند شهناز شور در پایین دسته اتفاق میفته معمولاً، یعنی در شور بالا، و این به خاطر اهمیتی است که قبلا به شور بالا و پایین میدادن و گاهی اسامی که در پایین اتفاق میفته با اسامی بالا کمی متفاوته، ولی از لحاظ علمی و موسیقایی باید اونها رو تلفیق کرد و یکی در نظر گرفت. بنابراین درآمد اوج یا سلمک یا شهناز یک چیز هستند و اون ایجاد یک شور جدید یک چهارم بالاتر از شور اصلیه. مثلا در شور ره که هستیم ما بیایم روی سل که یک چهارم بالاتر از ره هست یک شور جدید ایجاد کنیم، سل لا کرون سی بمول دو الی آخر. در ردیف استاد عبدالله دوامی ما شاهدمون سل هست، ایستای موقتمون روی فا، کما اینکه در شور ره هم نوت دو خیلی اهمیت داشت و گاهی ایستای موقت روش اتفاق میافتاد. بعضی موقع هم ممکنه روی میکرون ایستی انجام بدیم که البته همراه هست با اشاره به ره و بعد ایست کامل ها روی ره خواهد بود، یعنی برگشت به شور اصلی و شور مادر. در این سلمک ما همچون گوشه دلکش در ماهور وقتی در این نقطه قرار میگیریم و میایم به سمت فا، گاهی ممکنه به می بکار هم اشاره بکنیم و این احتمالاً برگرفته از حالتی است که در دلکش اتفاق میفته. بنابراین دانگ هایی که در این گوشه به کار رفته لا سی کرون دو ره دانگ شور هست، همزمان دانگ ماهور دو ره می بکار فا که ازش می بکار اقتباس میشه و بعد دانگ ره می کرون فا سول دانگ شور، بعد دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو و همزمان دانگ دشتی سول لا سی بمول دو هم استفاده خواهد داشت. گو که ما دو سول ره سیم اول برابر با سی در تیونر در نظر گرفته شده، سی انگلیسی. علامت مایه نما سی بمول می کرون لا کرون دو سی دو ره می فا سول سول لا سول لا سول فا سول سول میر رد فا سول لا سول فا لا سول سول لا سول فا فا
لا سول فا میر فا سول لا سول فا لا سول سول لا سول لا سول سول لا 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 سول فا سول 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 فا سول 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 فا می فا 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 می فا می فا می می سول فا 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 سول لا سول فا لا سول لا فا سول می فا ره می می فا فا سول لا سول سول سی 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 لا سی لا سی لا سی لا لا سی سی لا سول سول لا سول فا سول فا سول لا سول فا لا سول سول لا سول لا سول سول لا سی لا سول لا سی لا فا سول 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 لا سول فا می ره لا سول فا میر دو ره می فا سول لا سول فا ره می فا سول لا سول فا سول لا سول 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 لا سول فا می فا لا سول فا سول سول لا سول فا سول سول فا سول فا سول فا میر فا سول لا بکار سول فا 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 لا سول فا فا سول فا میر. شعر این قطعه از حافظ شیرازی هست که در اصل به صورت چون 4 مصرعی بوده، در اینجا هم 4 بخش کلی داریم که معمولا مثل هم شروع میشن، از فا شروع میشن، با فرم کرشمه شروع میشن شعرها، و بخش دوم و چهارم عیناً شبیه به هم هستن با تفاوت جزئی. در بخش سوم هم ما به سمت قرچه یک اشاره هایی داریم. ابتدا از منطقه شور اصلیمون میخواد به سمت شور جدید بیاد، بنابراین مثل اکثر گوشهایی که یک تغییر فاز داریم و یک تغییر طبقه داریم، ابتدا یک حرکت فراز داره و بعد یک حرکت نشیب. حرکت فراز به این شکل صورت میگیره: سی کرونه، دو سی دو ره می فا، راست 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 راست، می به فا یک یک میاد جلو، سول سول، مثل سول رو معرفی میکنه که شاهد ما هست، لا سول لا سول، و چون برای شنونده یک تازگی داره برش میگردونه یک او به سمت نوت ره. فا سول لا سول ف، راست چپ راست راست، میر رد، که یک نوع تحریر نشیبه با حالت تحریر سرافکن. ره رو میتونیم با انگشت در سیم زرد ضربه بزنیم، اشارهش به این شکل صورت بگیره. می و ره هم دو راب دارن. بعد از این معرفی با فرم کرشمه شعر شروع میشه: فا سول لا سول فا لا سول سول، به دو رابا توجه داشته باشیم، مفاول نون فعلا. بعد از اون میگه لا سول فا فام، اشاره به میکرون داریم، انگشت دوم اومد فا، فا سول انگشت اول میاد رو سول سول، اشاره به لاکرون داریم، دوباره تحریر سرافکن ظاهر میشه: لا سول فام میر، این بار روی رئیس میکنه. انگشت اول میاد رو فا، بخش دوم مصرع دوم رو شروع میکنیم با فرم کرشمه باز، فا سول لا سول فا لا سول سول، دوم میاد روی لا، لا سول لا سول. حالا تحریر سلمک که تحریر دلکش رو داریم: سول لا سی لا سی لا سول لا سی لا سی لا سول لا سی لا سی لا سول لا سی لا سی. یه پله عقب‌تر از فا، فا سول لا سول سول 3 بار تکرار میشه. بعد میایم به اون دانگ دو ره می به کار فا یه نظری میکنیم، یه تغییر حالت هست، یه لحظه می به کار میشه: فا می راست چپ فا سول فا می، راست 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 چپ فا سول فا می، فا سول فا می. 3 بار تکرار میشه: فا سول فا می فا می فا می فا، راست چپ راست چپ راست چپ. بعدش می می سول، اشاره فا به می کرون خواهد بود، فام فا. مصرع سوم با کرشمه شروع میشه از فا، فا سول لا سول فا لا سول لا
حالا به سمت عقب میخواد بیاد. فا سول می فام ر راست چپ. حالا به صورت تحریر سلمک یک یک میخواد بیاد پایین. می فا می فا می فا سول فا سول سول. اینجا یک یک حرکت میکنیم. فا سول 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 لا سی لا سی لا سی لا سی لا سی لا سی لا که به نوعی یک تحریر فراز هم به حساب خواهد اومد. لا سی لا سی لا سی سی لا سول 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 لا سول سول. و چون ما به این منطقه حرکت کردیم یک حرکتی به قرشه هم انگار صورت گرفته و مصرع چهارم که شبیه به مصرع دومه باز با فرم کرشمه فا سول لا سول فا لا سول سول لا سول لا سول. دوباره تحریر سلمکی یا دلکش سول لا سی لا سی لا سول لا سی لا سی لا فا سول 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 سول. بار قسمت سول 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 تکرار میشه و کوتاه‌تر شده. لا سول فا راست چپ تکریز میوره رو در سیم زرد میزنی میکرون ره چپ راست. حالا این قسمت آخر رو میگیره و برای تحریرهای پایانی قطعه به کار میبره. لا سول فا میر از دو ره می فا سول لا سول فا که یک تحریر فراز و نشیبه. باز تحریر فراز و نشیب از ره می فا سول لا سول فا سول لا سول راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست. اینجا یک یک هم حرکت کنیم از فا به سول. لا سول سول سولاس تحریر اباعتا رو داریم. لاس لا سول فا می فا راست چپ راست چپ راست راست دومی رو فا. از لا کرون دوباره میگیم لاس لا سول فا سول انگشت اول اشاره به لا سولاس لا لا سول تحریر دلکش سلمک رو داریم. لا سول به سمت فا میره و با تحریر اباعتا میگیم فا سول سول فا سول فا فا سول فا میر اشاره به ره داریم و حالا میخوایم فرود بیایم. در فرودها معمولا لا رو به کار میکنیم که فرود به سمت شروع ره با تثبیت بیشتری صورت بگیره. فا سول لا البته میتونیم این کار رو هم نکنیم. سول فاس 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 تحریر چکشی از حالت تحریر راک داره. لا سول فام فا سول فا می ره راست راست چپ راست مثل فرودهای قبلیه. همون دل 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 روی ره ایست میکنیم. مرا به کار جهان هرگز اتفاق نبود. رخ تو در نظر